دو روش درست کردن سیب زمینی سرخ کرده رو یاد بدم و در آخرم با هم مقایسه کنیم و ببینیم که کدوم روش بهتر میشه. به هر مقدار که سیب زمینی سرخ کرده میخواین، سیب زمینیاتون رو پوست بکنین و خرد بکنین. بعد سیب زمینی ها رو به دو قسمت تقسیم بکنین که یک قسمت برای روش اول درست کردنه و اون یک قسمت هم برای روش دومه که آخر ویدیو میگم. سیب زمینیایی که برای روش اول هست رو بریزید داخل آب و بذارید حدود نیم ساعت خیس بخورن. بعد از حدود نیم ساعت هم آبشون رو خالی کرد و داخل یه آبکش بریزید تا آبشون کامل ازشون بره. حالا داخل یه مایتابه یا قابلمه یکم آب رو جوش بیارید و سیب زمینی ها رو بریزید داخل این آب جوش. بعد از حدود یه ربع که سیب زمینی ها یکم نرم شدن، مثل سری قبل دوباره آبشون رو بریزید بره و داخل آبکش بریزید سیب زمینی ها رو داخل یه ظرف بریزید و یکم که خنک شدن بهش یکم روغن زیتون یا هر روغنی که فکر میکنید خوب میشه اضافه بکنید. یکم با روغن ماساژشون بدین که به خوردش بره و بعدم من گذاشتمش داخل کاغذهای مخصوص ایرفرایر. حالا میریم سراغ قسمت دوم سیب زمینی ها که جدا کرده بودیم، یعنی سیب زمینی های خاممون. اون قسمت رو بدون اینکه توی آب معمولی خیسشون کنیم و بعد توی آب جوش یکم بپزیمشون، یکم بهش روغن زیتون میزنیم، ماساژش میدیم و میذاریم داخل کاغذ مخصوص ایرفرایر یا اینکه سرخشون میکنیم. فقط میخواستم این دو روش رو با هم دیگه مقایسه کنم. کاغذا رو خیلی آروم داخل ایرفرایر قرار میدم. اگه که از کاغذ مخصوص هم استفاده نکنین مشکلی نداره، میتونین همینجوری روی سینیای ایرفرایر بچینینشون. فقط زحمت شستنش با خودتونه. ایرفرایرم رو روی دمای 200 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه تنظیم میکنم و صبر میکنم تا سیب زمینیام بپزه. بعد از اینکه سیب زمینیام پخت، میبینید اونی که یکم تیره تر شده برای روش اوله که داخل آب و آب جوش پخت و بعد داخل ایرفرایر گذاشتمش و سیب زمینی سمت چپم همونیه که هیچ کاری نکردیم باهاش و فقط گذاشتیم که بپزه. به هر دو تا سیب زمینی یکم نمک و فلفل به دلخواه خودم اضافه میکنم و بعد بهتون بگم که اون همه زحمتی که کشیدیم و سیب زمینی ها رو اول آب پز کردیم و بعد گذاشتیم داخل فرن تاثیر خاصی نداشت و دوتاشون حدودا مثل هم شده بودن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما نظرتون رو راجع به اینکه شما چجور سیب زمینی رو درست میکنین برام بنویسین که جواب همه رو میدم. تا ویدیو دیگه میبینمتون.